سلام به همه همراهان عزیز مجله پارسپورته. من شادی فخرینیان هستم، متولد 9 اسفند ماه 1372 و در شهر زیبا و هنرپرور اصفهان به دنیا آمدم. در دوره کارشناسی معماری و در دوره کارشناسی ارشد معماری داخلی خوندم و سالهاست در زمینه هنرهای مدرن مثل دیجیتال آرت، میکس مدیا، رزین آرت و هنرهای آبستره فعالیت میکنم و همچنین یک مجموعه هنری آموزشی فروشگاهی دارم که سالهاست به هنرمندان و هنردوستان خدمت میکنیم. اخیراً هم از طریق هنر به کشور اتریش اومدم. من از کودکی روحیه هنری داشتم و به هنر علاقه‌مند بودم، اما به صورت جدی از دوران دبیرستانم وارد هنر شدم و چون بسیاری از اعضای خانواده من توی هنر عکاسی فعالیت می‌کردن، من از اون زمان به هنر عکاسی بسیار علاقه‌مند شدم و بعدها هم در دوران دانشگاه هنر رو به صورت جدی ادامه دادم. از سن 16 سالگی با عکاسی و طراحی دیجیتال شروع کردم و بعد در دوره کارشناسی ارشد معماری داخلی با شناخت هنر چوب و رزین و همچنین شناخت سبک نقاشی آبستره به دنیای هنر نزدیکتر شدم و از سن 23 سالگی هر سال دوره‌های مختلف هنری رو به صورت آنلاین و حضوری شرکت کردم و در کنار اون کار با متریال‌ها و روش‌های ساخت رو یاد گرفتم برای خلق آثاری متفاوت. بزرگترین هدفهای من توانمند کردن و خدمات رسانی به هنرمندان ایرانی برای ارائه و فروش آثارشون و ایجاد سبک خاصی از هنرهای تلفیقی و میکس مدیا در عرصه جهانی هستش و به نظرم برای حضور در عرصه‌های جهانی باید ابتدا با هنرمندان همسبک با حوزه فعالیت خودمون در جهان ارتباط بگیریم که در حال حاضر اکثر هنرمندان در فضای مجازی فعال هستند و بعد با دنبال کردن و شرکت کردن در ایونت و نمایشگاه‌های خارجی در سراسر دنیا میتوان وارد عرصه بین‌المللی در زمینه هنر شد. من با نقاشی آبستر و انتزاعی با رنگ و رزین وارد دنیای نقاشی شدم. در ابتدا از اصول تکنیک ها زیاد نمیدونستم و با الهامات از محیط با ترکیب رنگ ها و فرم ها سعی می کردم طرحهایی رو به صورت خودآموز خلق کنم. بعد به مرور و یاد گرفتن سبک آبستره و شناخت دقیق ویژگی متریال توانستم طرحهای متفاوت رو خلق کنم. گاهن ابتدا از کامپیوتر برای طراحی تابلوها استفاده می کنم و بعد با به کار بردن انواع متریال ها از جمله رزین، انواع رنگ، تکسچر، ورق طلا، پارچه، انواع سنگ و کریستال و انواع تکنیک های هنری و تلفیقشون با یکدیگر آثار رو خلق می کنم. برای گسترش هنرم تصمیم گرفتم به اروپا سفر کنم و هنر غرب رو بررسی کنم و میخوام در راستای گسترش هنر خودم و تلفیق هنر غرب و شرق مطالعاتی رو داشته باشم و آثار متفاوتی رو خلق کنم. از طرفی گسترش و بزرگتر کردن مجموعه هنری آبی برای خدمات رسانی و به کار گرفتن هنرمندان ایرانی از برنامه‌های مهم من در این حوزه هستند. برای هر کسی که این مصاحبه رو میخونه میخوام بگم اکثر هنرمندان در شرایط فعلی ایران تصور میکنن موفقیت در این عرصه چه در ایران و یا خارج از ایران دشوار هست
و همچنین حضور در سطح بین‌الملل بسیار دور از ذهن هست. ولی میخوام بگم اگر در این مسیر ثابت قدم و پیشرو و صبور باشید، خلاقیت و سبک‌های نو رو دنبال کنید و ذهنتون رو همگام با پیشرفت دنیا و تکنولوژی قرار بدید، در هر سبک و عرصه‌ای از هنر که هستید، قطعاً به نتایج دلخواهتون خواهید رسید. حتی اگر کل مسیر رو نمی‌بینید، فقط کافیه قدم اول رو بردارید. با هنرمندان داخل کشور و نمایشگاه‌ها و ایونت‌ها ارتباط بگیرید. مسیر خودش رو کم کم نشون میده و کامل میشه. در پایان کمال تشکر رو از مجله پارسفورته و خوانندگان عزیز این مجله دارم. به امید درخشش هنر و هنرمندان ایرانی در عرصه جهانی.